برنامه خبری تلویزیونی آسیای مرکزی. در برنامه با شما باز من ملوینا منظرова و حالا شما را با سرخط مهمترین خبرهای امروز آشنا می‌سازیم. هم‌آوازی ازبکستان و ترکمنستان در مورد استفاده آب دریاهای فرامرزی منطقه آسیای مرکزی. درخواست نویسنده تاجیک رفشن یار محمد از امامعلی رحمان. مصادره 70 کیلو مواد مخدر در درآمدگاه دوشنبه. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان به هدف جلوگیری جوانان تاجیک از پیوستن به گروه دولت اسلامی گروه تبلیغاتی خود را به روسیه فرستاد. استعمال اجباری دارو و خوراک به محبوسان گرفتاری سیل. سخن آخرین پروین عبداللهیوا در مرافعه سعودیش. ازبکستان و ترکمنستان هم‌آوازی خود را در مورد استفاده آب دریاهای فرامرزی منطقه آسیای مرکزی اعلام کردند. طبق اطلاع مقامات ازبکستان دیروز در دایره سفر قربانگلی بردیمحمدov به تاشکند ملاقات او با همتای ازبکش اسلام کریمov برگزار گردیده است. در ملاقات هم‌آوازی دو جانب در مسائل استفاده آب بیان گردید. به اطلاع منبع جانب‌ها تاکید کردند که به نظرداشت منافع کشورهای پایان‌آب در بالائاب دریای آسیای مرکزی نباید نیروگاه‌های بزرگ بنیاد گردند. این در حالی است که عبدالعزیز کامیلوف وزیر امور خارجه ازبکستان 25 سپتامبر ضمن سخنرانیش از منبر سازمان ملل متحد در شهر نیویورک علیه بنیاد نیروگاه بزرگ در حوزه دریای امو و سیر برآمد کرده بود. رسانه‌های ازبکستان در پی نشر این خبرها ذکر کردند که تاشکند علیه بنیاد نیروگاه راغون در تاجیکستان و قمبروتا در قرقیزستان برآمد می‌کند. رفشن یار محمد نویسنده شناخته تاجیکستان و پدر بزرگمیار وکیل بازداشت شده تاجیک از امامعلی رحمان رئیس جمهور کشور خواهش کرده است کافتوکاو بوستانسرایش را از سوی کارمندان پلیس را بررسی نماید. در این باره آزادگان خبر می‌دهد. آقای یار محمد در عریضه عنوان رئیس جمهور نوشته است روز 2 اکتبر 7 کارمند وزارت کارهای داخلی به بوستانسرای او آمده و بدون پیشنهاد حجت لازمی آن را کافتوکاو و شهادتنامه تکنیکی را با خود بردند. وی نوشته است کارمندان پلیس گفتند پرونده جنایتی فرزندش بزرگمه را بررسی میکنند. آنها همه حجره های بوستانسرا را کافتند. یگان اسناد مربوط به یار بزرگمه را نیافتند. در آخر حجت بوستانسرا را با خود بردند. در عریضه این نویسنده تاجیک که نسخه آن به دادستان کلهم فرستاده شده است آمده است بوستانسرا را او سال 1987 خریده بود. رفشن یار محمد به بوستانسرایش به اجازت مقامات بالایی در آمده و حجت آن را با خود بردن کارمندان وزارت کارهای داخلی را حقوق ویرانکنی و به خودش تحقیر شماریده افزوده است. از شما خواهشمندم که به این مسئله ها توجه نمایید. باز به جای توقی سر نبرند. واقعه های ننگین سال 1937 تکرار نشود. در درآمدگاه پایتخت از جانب کارمندان اگنتی نظارت مواد نشه‌آور 7 خلطه مواد مخدر آشکار کرده شد. در داخل آن 73 بسته حشیش دریافت شد که وزن آن زیاده از 70 کیلوگرم را تشکیل داد. مرکز مطبوعات اگنتی اطلاع می‌دهد که بار مذکور ماه اوگوست سال 2015 از جانب شهروندان افغانستان با همراهی 3 نفر ساکن تاجیکستان آورده شده است. طبق نقشه جنایتکارانه مواد نشه‌آور اول به ناحیه همدانی آورده شده بعداً باید به پایتخت انتقال داده میشد. اما در نتیجه اندیشیدن چاره‌های پیشگیری کننده 2 نفر شهروند تاجیکستان که در انتقال جلب کرده شده بودند از طرف کارمندان اگنتی دستگیر کرده شدند. ضمن ذکر می‌گردد که از روی حادثه مذکور پرونده جنایی آغاز گردیده تفتیشات در این سمت دوام دارد. مقامات برای دستگیر نمودن اعضایان باقی مانده گروه جنایت پیشه را چاره‌ها اندیشیده ایستاده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان با هدف جلوگیری جوانان تاجیک از پیوستن به گروه دولت اسلامی و دیگر سازمان‌های تندگرا گروه تبلیغاتی خود را به روسیه فرستانده است. در این باره رادیوی آزادی خبر می‌دهد. به این هیئت 18 نفر جوانان شامل می‌باشند. در نظر است که در این ملاقات‌ها موضوع جلوگیری و امکان شامل شوی آنها به حرکت و سازمان‌های تروریستی و تندگرا مطرح شود.
این نخستین بار است که یک گروه جوانان از جانب وزارت کارهای داخلی با هدف جلوگیری جوانان با گروه تندگرا به روسیه فرستاده می شوند. این گروه مفصوم به پیشاهنگ همچنین همکاری های مقامات وزارت کارهای داخلی با جمعیت های تاجیک دانشجویان سازمان های جوان در روسیه را فعال می نموده راه های جلوگیری جوانان را که کوشش به سوریه یا عراق رفتن می کنند بررسی خواهند کرد. همچنین سلسله ملاقات این گروه با جوانان و دانشجویان فعال تاجیک که در مکتب های عالی روسیه تحصیل میکنند در نظر داشته شده است. چهاربینی های مذکور در حال اندیشیده می شوند که ماه مارس سال روان رمضان رحیمزاده در یک دیدارش با گروه دانشجویان در دوشنبه گفته بود که 200 جوان مهاجری تاجیک از روسیه به سوریه رفتند. طبق آمارهای رسمی تعداد شهروندان تاجیکستان که در صف گروه دولت اسلامی در حدود عراق و سوریه می جنگند بیش از 500 نفر بوده. مقامات میگوید تا امروز 10 نفر آنها کشته شدند. با کدکس اجرای جزای جنایی تغییر و علاوه داخل شد که محبوسان گرفتار بیماری سیل از این بعد مجبوراً دارو و خوراک استعمال خواهند کرد. عزیز محمد خال محمدزاده وکیل مجلس نمایندگان روز 9 اکتبر لایحه تغییر علاوه با کدکس اجرای جزای جنایتی را معرفی کرد که از این بعد محبوسان گرفتار بیماری سیل به طور اجباری داروی ضد این بیماری را استعمال و در مکان علیحده نگهداری خواهند شد. زیرا با گفته خال محمدزاده متاسفانه محبوسانی که گرفتار بیماری سیل هستند از استفاده داروهایی که به آنها توسط زندانها داده می شود خودداری می کنند و این امر باعث برای دراز مدت تبابت شدن آنها می گردد. شکرجان ظهورov رئیس مجلس نمایندگان نیز این اقدام را برای تبابت گرفتن بیماران سیل در زندان مهم خوانده و گفت که این هم کار ثواب است و هم امکان می دهد تا محبوسان هرچه زودتر تبابت یابند. ضمناً به اطلاع رسمی در زندان‌های تاجیکستان بیش از 700 نفر از گرفتاران بیماری سیل و ویروس نارسایی منسونیت بدن یا ویچ بستری‌اند. اما اقدام اجباری استعمال دارو و خوراک و نگهداری محبوسان گرفتار بیماری سیل در مکان علیحده در حالی است که ماه اپریل سال جاری ادعای از نزدیکان محبوسان گرفتار سیل ادعا کردند که پیوندان آنها در بیمارخانه مرکز سرایوست زندان‌ها واقع در ناحیه وحدت اجباری به تازه کردن پرتوها جلب شدند. شعبه بیماری‌های سیل بیمارخانه مرکز سرایوست زندان‌ها بیش از 100 کد دارد و حالا از آنجا زیاده 20 نفر محبوس به تبابت فرا گرفته شدند. اما نزدیکان محبوسان بیماری سیل ادعا کرده بودند که بار اول نیست که لوله اخلاق‌گذار این شعبه می‌کفد و در تازه کردن آن بر دوش بیماران می‌افتد. دادگاه شهر دوشنبه پروینه عبداللهیوا ساکن 33 ساله ناحیه یاوان را که برای قصاص از شوهر 3 فرزند نابالغش را به آب انداخته به 18 سال زندان محکوم کرد. این در حالی است که پروینه عبداللهیوا امروز 9 اکتبر هنگام ارائه سخن نهایی‌اش در دادگاه دوشنبه اظهار داشت که فرزندانش را سریع احساس غرق کرده است. نزدیکان عبداللهیوا که در مرافعه اشتراک داشتند در صحبت با آزادگان گفتند که پروینه هنگام سخن نهایی‌اش بیان داشته است که در وقت به آب انداختن خود و فرزندانش در حالت بد روحی قرار داشت. او از دادگاه خواسته بود که حالت بد روحی و سن جوانیش را به نظر گرفته برایش جزای سبک تعیین کنند. او اینچنین از دادرس خواسته است عکس 3 فرزندش را که پیش از به آب انداختن در کل جوانان گرفته شده بود به او بازپس دهند. یادآور می‌شویم که پروینه عبداللهیوا شب 4 ایول خود را با 3 فرزند نابالغش در محله حیاتی نو در نزدیکی کل جوانان به کانال حصار پرتافت. ساکنان محلی پروینه را نجات دادند اما 3 فرزند نابالغش به هلاکت رسیده است. تماشابینان عزیز، اینجا به پایان برنامه امروز رسیدیم. برایتان خبرهای خوش و سرور زندگی را تمنا می‌نمایم. تا بخش‌های نوبتی خدا نگهدارتان.